ای صاحب تربیت جانها، ای آن که نگاهت خاک را به نور بدل می کند و حضورت بی صدا دل را از خواب غفلت بیدار می سازد. من آمده‌ام نه برای طلب مقام، نه برای نجات از سختی ها، بلکه برای تربیت شدن در نگاه تو. ای امام زمان، در این جهان پر از صداهای بلند و دلهای خاموش، تنها تویی که می توانی مرا از من خیالیم بیرون بکشی و به من نشان دهی که چه بودم، چه هستم و چه می توانم باشم. من از تو نمی خواهم که مشکلاتم را حل کنی، من از تو می خواهم که مرا بسازی، که مرا تربیت کنی، که مرا از نو بیافرینی در آن نقطه نوری که فقط تو می شناسی. ای حجت خدا، من را ببین حتی اگر نادیدم، من را بخواه حتی اگر فراموشکارم، من را تربیت کن حتی اگر نافرمانم، چرا که رشد فقط از دست تو برمی آید و تربیت فقط با نگاه تو آغاز می شود. ای صاحب دلها، به من نگاه کن، نه با چشم که با آن نوری که جانها را زنده می کند، و مرا در مسیر خودت بیدار کن تا روزی که بی واسطه در رکابت باشم. الهی آمین.